ما الان تو اتوبوسیم داریم میریم کارای اقامتمون رو انجام بدیم. بعد مدارکم آماده کردیم. از اون موقع جا نبود که بشینیم، وایستاده بودیم. الانم با هزار مکافات نشستیم. میبینم بهتون نشون بدم. هوا هم عالی. بچه‌ها ما دیگه پیاده شدیم، رسیدیم به این منطقه که بهش میگن منطقه چاپا. اینجا منطقه چاپای استانبوله که نزدیک آبسارای فاتیحه. اینجا توریست زیادن، توریست‌های عرب خیلی زیادن. اینجا انواع رستوران‌های عربی، چینی، کره‌ای، هندی، همه چی داره. هتل داره، دسترسیش به همه جای شهر استانبول راحته. مثلا ببینید تراموا داره، اتوبوس داره، مترو داره این منطقه. حالا اگه خواستید بیاید میتونید که منطقه فاتیح هر جایش هم بشه فرقی نداره هتل بگیرید. اینم کافه رستوراناشه. جلوتر هم یه دونه جمعه بازار معروف داره تو همین منطقه. حالا امروز جمعه نیست بهتون نشون بدم. میتونید اگه اومدید به جمعه خودید از جمعه بازار اینجا هم استفاده کنید اگه توی منطقه بودید. چراغم سبز شد، ما میریم این طرف خیابون. از اینجا معمولا تراموا رد میشه دیگه، باید مراقب باشیم. این درخت هم خیلی خوشگلن، بچه گرده و گرده رو همه جای شهر میتونید ببینید. بافت اینجا هم قدیمیه، یکی از عاملای نگرانی برای مردم ترکیه مخصوصا استانبول همین بافت قدیمی شهره. خیلی قدیمیه. نگاه کنید توی این قسمت از منطقه چاپا هم بیشتر مغازه ها اکثرشون کالای پزشکی مثلا دندون پزشکی میفروشن. مثلا اینجا نگاه کنید انواع صندلی های دندون پزشکی و اینا. اگه دکتر هستید و میاد مثلا اگه دندون پزشکی، اینجا میتونید چیزایی که تو دندون پزشکی نیاز دارید رو تهیه کنید توی این خیابون. ببینید اینجا نوشته دنتال، همه چیزایی که مربوط به دندون پزشکیه اینا دارن توی این خیابون. اکثرا مغازه ها کالای پزشکی مخصوصا دندون پزشکی دارن. حالا من اینا رو دونه دونه میگم. اینو نگاه کنید تو ویترین خوابیده. یعنی چی؟ برو خونتون بچه. اینا من اطلاعی ندارم چی هستن. اینا مثلا صندلی های دندون پزشکی و اینا. اینا نمیدونم چیزایی که دندون پزشکی لازمه رو دارم. من تخصصی تو این زمینه ندارم. ولی اگه دکتری دو چیزی خواستید از اینجا باید بهم بگید دقیقا چیه که من براتون بپرسم. اینم که کافه و ایناست که برک و اینا میدن. اینم دوباره کارهای پزشکی دنتال داره. همشون دنتال هست. اینم همینطور دیگه. ببینید معدنشو دارم به شما نشون میدم. توی این کوچه خیابونه. آدرس این خیابونم اگه خواستید پیام بدید تا بهتون بگم کجاست دقیقاً براتون بفرستم. همش اینجا که دو طبقه است کلاً حرفه‌ای میاره. دیش یعنی دندون به ترکی نوشته لیدر دیش. اینجا هم که دیش حکیمی دکتر دندون پزشک داره. این آقا نمیدونم چون یه آقایه. خیابون خوشگلیه کلاً هم از این چیزا داره دیگه. هم میتونید تفریح کنید سر راهتون، هم چیزی هم خواستید برای مطبتون از اینجا میتونید اورجینالش رو تهیه کنید. اینم یه پارک خوشگل. اینم که جز بافت قدیمی دارن تخریبش میکنن که جدید وقتی که زلزله بزرگ اومده توی ترکیه دیگه مجوز میدن که خونه ها خراب بشن. دوباره جا خراب نمیکنن. ببینید فقط باختش قدیمیه. اینجا هم ببینید خوشگله. حالا ما داریم میریم قبل اینکه بریم اداره مهاجرت کارای تهیه مدارک و اینا رو انجام بدیم. الان جدیداً برای اینکه اقامت بگیری باید گردش مالی به دولت ارائه بدی. گردش مالی 3 ماه اخیرت هم نباید کمتر از قانون کار اینجا باشه پولش.
باید 2 برابر قانون کار گردش مالی داشته باشی 6 ماه اخیر. اگه بخوای توریستی بگیری، توریستی هم که میدونید دیگه 6 ماه میدن. حالا ما داریم میریم بانکی که توش حساب داریم، از اونجا پرینت حساب بگیریم. خب کار ما تموم شد، اومدیم که بریم اینجا یه خورده پاساژ گردی کنیم. رفتیم اداره مالیات هم دادیم، عوارض خاکمون رو دادیم، پرینت حساب گرفتیم. بعد اینجا تو آکسارای یه پاساژ داره به اسم هیستوریا، جزو قدیمی ترین پاساژهای استانبوله. حالا هر وقت اومدین اینجا تو آکسارای هم پاساژ داره، میتونید بیاید. بعد ما اولین باری که خونه گرفتیم نزدیک این پاساژ بود. بعد اوایل خورده غریبی می‌کردیم میومدیم اینجا هر وقت که دلمون میگرفت. بعد من از اینجا خیلی خاطره دارم. الان بریم غذا بخوریم، ساعت 4 نوبت داریم دیگه، ساعت 3 اینا بریم اونجا. حالا تا اون مدت اینجا خورده بگردیم چون اداره. این پاساژیه که الان اومدیم. این رقص چیزم داره، آبم داره. مثلا روزایی که مثلا روزای ملیشونه با آهنگ ملیشون رقص آب میده. استارباکس هم داره، شعبه زارا داره، اسکیچرز داره، منگو داره، السی داره، کتون داره، انواع مارکایی که ایرانی‌ها دوست دارن رو داره. اینم مستر آرمان نشسته اینجا. اینم فضای کافه استارباکس میشه، خیلی خوشگله، خیلی قشنگه اینجا، دوستش دارم. گوست داره، استرادیواریوس داره، پولمبیر داره، همه مارکای خوبو داره، میتونید برای خرید بیاید اینجا. البتر از پاساژ جواهر راحت تری. خب ما اومدیم برگر کینگ غذا بخوریم. این قیمت منوهاشه. بعد این منو بچگونشه، این منو بزرگونشه. مثلا مرغاش مثلا از 215 لیر شروع میشه ساندویچ مرغش. این کوچولویی که میبینید اینا مال بچه هاست. 2 تا ساندویچ و یه دونه سیب زمینی و با نوشابه 160 لیر مثلا. این مال بچه هاست. این چون یه دونه گوش داره یه دونه مرغ 160، بالاییه چون دوتاش مرغه 140. اینجا هم ساندویچ مرغاشه که دوباره اینا هم از 215 لیر شروع میشه. ساندویچ گوشتاش هم همینطور. اینا هم چیزای سوخاریشه که جدا میتونید بگیرید، به منوتون اضافه کنید که هر کدوم قیمتاشو نوشته رو به روش، که ارزون ترینش 50 لیره. و اینم که نوشیدنی گرماشه و بستنی هم داره، کیک هم داره. این یکی که پایین هست، این پایین کوکی یه دونه چیز داره، این 40 لیره و این خیلی خوشمزه است. بهتون پیشنهاد میکنم بخرید. و اینم که ما الان یه دونه اسپرسو گرفتیم. قیمت اسپرسو که از برگر کینگ بگیرین ارزون تره تا اگه برید از کافه مایکل چه میدونم یا کافه های دیگه مثل استارباکس و اینا بخرید، اونا بالای 100 لیره. اینجا ارزون تره. یه دونه اسپرسو چقدره؟ اسپرسو ببینم بهتون نشون بدم. این منو ماه که یه ساندویچ مرغ گرفتیم، توش فانتا داره، بعد سیب زمینی داره، بعد مایونز داره که 245 تا هم برای آلمان شد. بعد نسکافمون هم دونه 34 لیر شد. کلن شدش 524 لیر. 54 لیرم مالیات گرفته از اون. میگم دیگه اینجا اگه نسکافه اینا بخرید ارزون تره نسبت به کافه. اینا محیط بیرون. اینجا شعبه هیستوریاست. داخل کاره مرغش آب داره و سس همه با پنیر. من الان براتون 2 تا گاز زدم، شما ندیدین، الان سوم گازو میزنم. بلاگر غذا هستن. عالی آرمان فود. همراه با سیبزمینی سس زده و نوشابه فانتا. نوشه جان. اینم غذای منه. اینجا آکسارای، اینم که پاساژ هیستوریا، اینم مسجد صورتی معروفه آکسارای.
نشونتون بدم. چیز خاصی نداره، فقط چون رنگی صورتیه معروفه. بعد یه چیزی هم که هست، وارد این مسجد ها میشید باید حتما اگه زن هستین روسری داشته باشید. بعد مردم نباید شلوارک پاشون باشه یا تاپ بپوشن، زنان همین دیگه و شال بزنن، یا اگه شلوارک دارن دامن بپوشن. شلوار، دامن، نمیدونم. این مسجده. اختراع که اداره اقامت تو همین مسجده، اداره مهاجرت ببخشید. هوا هم که عالی، نگم برات. اینجا تو این قسمت از استانبول توریست خیلی زیاده، مخصوصا توریست هایی که عرب هستن اینجا بیشترن. حالا اوکراینی و روسی و اینا هم هستن ولی خب بیشترشون عرب. این کافه گلوریا اینم خیلی معروفه، کافه خوبیه، هم کافه هاش خوبه هم شیرینی جاتش. هتل 202 5 ستاره است توی فاتیه. پایینش استارباکس داره، این طرفش کافه مایکل داره، پایینش پاساژ هیستوریا داره، بعد به مترو هم نزدیکه. اینم مسیر ما به اداره اقامت. اینجا هم که میبینیم این یکی که پرچم آویزونه رو بروش اداره مالیاته. اینا بهش میگن اداره ورگی، یعنی مالیات. اینجا هم شهرداری استانبوله. بعد پایینم کتاب خونشه، اینجا قهوه خونشه، اینجا کتاب خونشه. اینجا هم ببینید این آرمشه اداره مهاجرته توی این منطقه. این شکلی وقتی ثبت نام میکنید، دارین فرم پر میکنید، درخواست اقامت میدید، باید یکی از این شعبه های اداره مهاجرت رو انتخاب کنید. ما فاتیح رو انتخاب کردیم، اینه. حالا اگه شما در آینده درخواست دارید و این شعبه رو انتخاب کردید، این شکلیه بیرونش. اینجا هم تو حیاتشه، اینم منم. بعد اینطوری دیگه باید بریم وایستیم تو صف تا نوبتمون بشه. به ما ساعت 4 نوبت دادن. بعضی از شعبه ها فرقی نمیکنه چه ساعتی نوبتت باشه، همون روز میتونی بری کارت انجام بدی، ولی این شعبه میگه نیم ساعت قبل نوبتتون اجازه میدیم برید داخل، از نیم ساعت قبلش بیاین تو صف. من نمیدونم امروز چجوریه، بریم بپرسیم. چون پیامک تاریخ نوبتش میاد تو گوشیمه، باید قطع کنم نشون بدم، بعد دوباره بر تو فیلم بگیرم. دیگه امروز خلوت بود، داریم میریم با این مدارک بریم داخل دیگه. فکر نکنم بذارونت داخل فیلم بگیرم، ولی قطعش میکنم. قیافتش دیگه چقدر طولانی. این نقاشی رو ببینید، این خیلی نقاش با حوصله‌ای بود که تمام جزئیات رو با حوصله کشیده. بکنیم کشتی و اینا، حالا از انگار هیچی نکشید. ما اومدیم نشستیم اینجا، این هم شماره ها رو دونه دونه میخونه. بعد وقتی که خون اینجوری میدی به آفیسرها، اونا مدارک تو چک میکنن. بعدم دیگه اینا همه آفیسر نشستن چک میکنن مدارک تو، بعد میفرستن انگشت نگاری و بعد میری خونه. اون طرف هم انگشت نگاریه. ما هنوز نوبتمون نشده. اینجا 549، ما نوبتمون 584. اینم از آرمان نشسته و منتظریم. ساعت الان 2:07 است. کار ما تموم شد توی اداره مهاجرت. حالا تا 30 روز دیگه کارت اقامتمون هم میاد. الان باید بریم دیگه بانک، بعد بریم بازار. 2576 میشه.
من اومدم بازار که خرید شما رو انجام بدم. اینجا بازار عمده مرتره، بعد همه جور لباس زنونه و مردونه داره ولی عمده است، تک نمیتونید بخرید. مثلا این لباس ها رو نگاه کنید، اینا عمده است. به خاطر اینکه من گوشیم شارژ نداره زیاد نمیتونم براتون فیلم بگیرم، ولی تا جایی که بتونم فیلم میگیرم، بعد با شما به اشتراک میذارم. شما مگه خریدی چیزی داشتید خبر بدین.